علیکم مامان گل، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امروز اومدم پر انرژی، میخوام یه چیز خیلی مهمی رو بهتون بگم. حالا اگه گفتین چیه؟ بیا با هم در موردش صحبت کنیم. خب مامان گل، شما تا به حال براتون پیش اومده که تو خونه وقتی دارین مشق مینویسین بچه‌تون بگه آخ گشنمه، آخ تشنمه، آخ دستم درد میکنه، من خوابم میاد؟ این مشکل براتون پیش اومده؟ خب اگه این مشکل براتون پیش اومده یعنی بچه شما کشش اینو نداره که یک صفحه یا نصف صفحه رو یهویی بنویسه، حتی 2 خط، حتی 3 خط اگه باشه. ببینید خیلی وقتها بچه ها عضلات دستشون اونقدر قوی نیستش که بتونن مثلا یه متنی رو یهویی بنویسن، به خاطر همین نیاز به زمان بندی و برنامه ریزی داره. برای این کار اگه 2 خطه، اگه 5 خطه، اگه 10 خطه بذارید برای 3 دفعه 4 دفعه تقسیم بندی بکنید. هر دفعه که نوشت، مثلا اگه 4 خطه، یه خطش بنویسه استراحت، بعدش یه خطش بنویسه استراحت، وسط هر استراحت یعنی برای هر خطی که می‌نویسه تشویقش بکنید. برای این کار حتما برنامه ریزی بکنید و یهویی به تهدید و کتک متوسل نشین، چون اصلا جواب نمیگیرین.